بر وقت چهارشنبه 8 میون سال 2022 بر اثر از راه اوهان بیرون شدن و چپه شدن یک قطار مسافربر در استان خراسان جنوبی در شرق ایران 17 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 50 تن دیگر جراحت برداشتند. به گفته مقامات شماره قربانی‌ها میتواند باز هم بیفزاید. در لحظه صدمه در قطاری که تقریبا در 50 کیلومتری شهر تبس در یک موضع بیابانی اسف وگن 4 وگنش از راه بیرون شد. 350 نفر حرکت داشتند. تبس در تقریبا 550 کیلومتری جنوب شرقی تهران پایتخت ایران جایگیر شده است. این یکی از موضع دوردست به حساب رفته. شبکه علاقش خیلی ضعیف است. نجات بخشان چرخبالها و ماشین‌های یوری تعجیلی با مشکلی به جای حادثه رسیده زخمیان را به بیمارستان انتقال دادند. وضع دست کم 16 تن از زخمیان وزنین گفته می شود. قطاری که دچار صدمه شد در راه بین تبس و یزد حرکت میکرد. بنا به برخی خبرها گویا برخورد قطار با یک اکسواتور سبب صدمه شده است، ولی روشن نیست که در آن صبح بر وقت اکسواتور در راه اوهان چه کار میکرد. یک مقام محلی گفته است که در آنجا راه را ترمیم میکردند. این بار اول نیست که در راههای اوهان ایران صدمه های پرخربانی رخ میدهند. سال 2016 نیز بر اثر صدمه قطار در ایران 10 نفر هلاک شدند، ولی پرخربانی ترین صدمه در راه اوهان این کشور سال 2004 وقتی روی داد که یک قطار پر از بنزین و نوری های مینرالی و پخته و سلفت در نزدیکی شهر تاریخی نشاپور چپه شد. بر اثر اون صدمه 5 دیه خراب شده، حدود 320 نفر هلاک و 460 تن دیگر مجروح شدند. طول راههای اوهان ایران 14000 کیلومتر برابر شده است. توسط راههای این کشور نه فقط مسافران بلکه حجم بزرگ مال و کالا نیز کشانده می شود. در راههای ایران هر سال بر اثر صدمه ها تقریبا 17000 نفر جان میگیرد. ایران از لحاظ سطح صدمه ها یکی از جایهای پایین ترین را در دنیا اشغال می کند. رعایت نکردن قاعده های حرکت، ماشین ها و راههای فرسوده که جوابگوی طلبات نیستند و هم شبکه‌های ضعیف کمک تعجیلی سبب چنین سطح بلند مرگ و میر در راههای ایران نام برده می شود.